آب ندارن. آب اینا چی میشه؟ نمیدونی؟ نه. قبلا بهت گفتم هر یه تن فولادی که تولید میکنیم چقدر آب میبره؟ 28 متر مکعب. و ما روزی چقدر تولید میکنیم؟ خیلی. 70% فولاد کل ایران. این هم آب از کجا میاد؟ از دریاچه کارخونه. آب دریاچه کارخونه از کجا میاد؟ آهان. فقط ماییم؟ ما قولشونیم. کاشی، سرامیک، گندله، بقیه صنایع. خب چرا این صنایع رو نرفتیم تو بندرعباس و بوشهر که آب دارن بزنیم؟ خیلی سوال میپرسی. مگه ما به عشق مردم کار نمیکنیم؟ مردم اصفهان و یزد و چهارمحال چه سودی از بودن ما بود؟ آلودگی هوا، قطعی آب، جنگ و دعوا. کلی مهاجر خارجی پی کار. پس ما خیلی محبوبیم. ولی واسه مملکت مفیدیم. نه واقعا. ما از معادن همین مملکت برمی‌داریم، با سوبسید همین مملکت تولید میکنیم، بعد دلاری میفروشیم به همین مملکت. حالا باید چیکار کنیم؟ امروز چقدر سود کردیم؟ این خیلی خیلی زیاد. 2000 بریزید کف دست بلاگرا و خبرنگارا و رسانه‌ها، یه جوری بحث رو پیش ببرن که هیچ اسمی از ما نیاد وسط، مردمو بندازن به جون هم. چه جوری؟ کاری نداره. به کشاورز شرق اصفهان بگید یزدی‌ها ظالمن، به غرب اصفهان بگید چهارمحالی‌ها یزیدن، به مردم اصفهان بگید میخوان از تشنگی بکشنتون، به یزدی‌ها بگید اصفهانی‌ها ظالمن، به چهارمحالی‌ها بگید همه اینا میخوان بیاد کل حقتون رو بگیرن بخورن ببرن. مردمو بندازید به جون هم. اینا با هم برادرن، نمیکنن این کارو. تو هم که فکر کنی برادرت میخواد حقتو بخوره رو شمشیر میکشی. این کار درستیه؟ برو بیرون، کاری که بهت گفتم بکن.